سلام، امروز میخوام راجع به اسکین بوستر باهاتون صحبت کنم. اسکین بوستر چی هست؟ ما باید منتظر چه ریزالتی بعد از تزریق باشیم و بهترین کاندید برای تزریق اسکین بوستر چه افرادی میتونن باشن؟ به هر نوع پروداکتی که باعث هیدرات شدن پوست بشه اسکین بوستر میگن. چرا اسکین بوسترها انقدر قیمت‌های مختلف تو سرتاسر دنیا دارن؟ ببینید بیس اصلی اسکین بوستر باید هیالورونیک اسید باشه و اینکه چه نوع هیالورونیک اسیدی استفاده بشه تو تأثیری که روی پوست داره و در نهایت ظاهری که به ما میده خیلی خیلی متفاوت میتونه باشه. هیالورونیک اسیدی که توی اسکین بوسترها استفاده میشه نوعی هست که به هیچ وجه به شما حجم نمیده. یعنی ما بعد از تزریق اسکین بوستر قرار نیست صورت پف کرده، تغییر حجم تو صورت و یا اینکه تغییر زاویه تو صورت داشته باشیم. با اسکین بوستر فقط میایم پوست رو به صورت خیلی عمیق آبرسانی میکنیم. وقتی که پوست به طور عمیق آبرسانی میشه خیلی از مشکلات پوستی مثل چین و چروک ها برطرف میشن و همین برطرف شدن این مشکلات پوستی در نهایت به ما ظاهر خیلی خیلی خوبی میده. وقتی که ما اسکین بوستر تزریق میکنیم باید چه انتظاری داشته باشیم از تزریقمون؟ ببینید هیچ وقت با اسکین بوستر قرار نیست که معجزه تو پوست شما اتفاق بیفته. قرار نیست که شما تغییر شکل بدین. فقط ما میایم به صورت دائمی برای مدت طولانی آبرسانی تو لایه‌های عمیق پوست انجام میدیم و وقتی این کار به درستی انجام میشه تا حد خیلی زیادی پوست به صورت بشاشتر، شفافتر و به دنبال اون لیفت خیلی کوچیکی و ممکنه تو پوست احساس بکنید. تمام این تغییراتی که گفتم یک زمینه و یک بستری رو فراهم میکنه که شما به مرور زمان از روند ایجینگ و پیری تو پوستتون جلوگیری بکنید. پس یادمون هست با اسکین بوستر ما قرار نیست هیچ تغییر شکلی ببینیم. قرار منتظر یک تأثیر طولانی مدت باشیم. قرار به مرور این روند ایجینگ رو تو صورتمون متوقف و یا کند بکنیم. حالا اگر ما برای یه خانم 25 ساله اسکین بوستر تزریق میکنیم با یه خانم 60 ساله نباید منتظر یک ریزالت باشیم. کسی که توی 25 سالگی تزریق اسکین بوستر رو شروع میکنه قطعاً 10 سال آینده پوست خیلی خیلی سرحالتر و جوانتری رو خواهد داشت. اسکین بوسترها در واقع کمک کننده هایی هستند که چرخه پیر شدن رو توی پوست به تأخیر میندازن. هسته اصلی اسکین بوسترها هیالورونیک اسید هست. هیالورونیک اسید چه کار میکنه؟ میاد آب رو تو سطح پوست نگه میداره. ولی ممکنه کمپانی های متفاوت پروداکت های مختلفی رو تولید بکنن. یعنی میان انواع و اقسام اکتیو ها رو و اینگریدینس های مختلف رو به اسکین بوستر اضافه میکنن و باعث میشن که ریزالت های بهتر یا موندگارتری رو تولید بکنن. مثل چی؟ مثل پپتیدهای مختلف، مثل آمینو اسیدهای مختلف، مثل مواد غذایی و ریزمغذی هایی که پوست به اونها احتیاج داره. حالا از کجا بفهمیم کدوم اسکین بوستر خوب هست؟ آیا تمام اسکین بوسترها و تمام پروداکت هایی که به اسم اسکین بوستر فروخته میشن قابل استفاده هستند و ارزش امتحان کردن رو حتما دارن؟ برای جواب دقیق تر به این سوال باید بهتون بگم همونطور که گفتم اسکین بوستر یه پروداکتی هست که قرار روند ایجینگ رو تو پوست ما کندتر یا گاهی متوقف بکنه. ولی آیا تمام پروداکت هایی که به اسم هیالورونیک اسید فروخته میشن این کوالیتی رو دارن؟ آیا ممکنه اگر ما از پروداکت نادرست استفاده بکنیم به جای رسیدن به هدفی که داریم بیفتیم توی چرخه معیوب؟ قطعاً همینطوره. ازتون خواهش میکنم اگر نسبت به پروداکتی که استفاده میکنید مخصوصا اگر به اسم اسکین بوستر فروخته میشه مطمئن نیستید، اگر FDA نداره، اگر اپروف شده نیست، خیلی راحت بگید نه.
به خاطر اینکه برای شما مشکلات و گرفتاری هایی رو درست میکنه که برطرف کردن اون مشکل و گرفتاری خیلی خیلی زمان میبره. باید هزینه زیادی رو براش مصرف بکنید و در نهایت نه تنها نتیجه درست رو نمیگیرید، بلکه خیلی خیلی ممکنه آزاردهنده باشه. ببینید، ما تو کانادا و امریکا فقط 3 تا برند داریم که اپروف شده و به صورت قانونی پروداکتی به نام اسکین بوستر دارن. 3 تا برند به ترتیب کوالیتی و کیفیتشون کمپانی جوویدرم، رستیلن و ریدنسیتی هستن. فقط این 3 تا برند و هیچ برندی غیر از این 3 تا پروداکتی به نام اسکین بوستر ندارن. از همتون خواهش میکنم اگر به دنبال اسکین بوستر هستین، تو بازی تبلیغات و مارکتینگ نیفتید و پروداکتی رو که اپروو نداره رو به هیچ وجه امتحان نکنید. قرار نیست توی همه ساید افکت داشته باشه، ولی اگر شما اون آدم بدشانس باشین و این ساید افکت شامل حال شما بشه، واقعا درست کردنش به این سادگی ها نیست و برای برطرف کردن اون باید داروهایی که برای درمان بیماریهای سرطانی استفاده میشه، کورتون با دوزهای بالا و حتی آنتیبیوتیک های خیلی خیلی وسیع استفاده بشه. متاسفانه باید بگم اخیراً چند مورد کلاینت داشتم که به دنبال استفاده از اسکین بوستر هایی که اپروو نبودن ساید افکت های ناخوشایندی رو داشتن و این تجربه نه برای من نه برای اونها تجربه جالبی نیست و فیکس کردن این مشکلات خیلی زمان بر و هزینه بره. اگر جایی رفتید و از اسکین بوستر هایی که FDA اپروو نبودن، زیر چشم، تو گردن خواستن استفاده کنن، فرار کنید از اونجا، نمونید. حتی اگه تو ایران هستید، حتی اگه شک دارید که این پروداکت خوب هست یا دودل هستید که آیا این اپروو هست اپروو نیست، نکنید این کارو. بعضی وقتا نگفتن خیلی راحت تر از تریتمنت هایی که هم ممکنه زمان بر باشه، هم هزینه خیلی زیادی داره، همین که فیکس کردن بعضی از مشکلات بعضی وقتا محاله. حالا پروداکت هایی که ما اینجا استفاده میکنیم فقط همونطور که بهتون گفتم وظیفه اصلیشون آبرسانیه، ولی کامبینیشن اینها با کوکتل هایی که اونها هم اپروفد هستن میتونه ریزالت های خیلی خوبی داشته باشه. به شدت سیف هستن، به شدت توصیه میشه. رنج سنی خاصی نداره، از فردی که 20 ساله هست تا 80 ساله میتونن استفاده بکنن، به خاطر اینکه اصلا نمیاد قیافه شما رو تغییر بده، اصلا حجم نمیده. مخصوصا مایی که داریم تو این کشوری با این تغییرات فصل زیاد و شدید زندگی میکنیم، مثل زمستون سرد یه دفعه میریم تو تابستون گرم، اسکین بوستر بهترین آپشنه. اسکین بوستری که از نظر من عالیه اسکین ویف هست، تقریباً بین 6 تا 9 ماه میمونه. بسیار کوالیتی خوبی داره، هیچ گونه ساید افکتی تا به حال ریپورت نشده و از روزی که این پروداکت لانچ شده تا به امروز بستسلر تو دنیا بوده. پروداکت بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم مربوط به رستیلن هست. خیلی پروداکت خوبیه اگر دوست دارید رو تکسچر گردنتون کار بکنید و جاهایی که مثل پوست گردن خیلی نازک هستن، رستیلن آپشن خیلی خوبی داره، ولی یه اما خیلی بزرگ داره، اینکه ریزالتش خیلی خیلی کوتاه میمونه، ماکسیموم 3 ماه. پروداکت بعدی ریدنسیتی وان برای کمپانی توسیل هست. پروداکت خیلی خوب و سیفیه، ولی باید به صورت ماهانه تزریق بکنید. این 3 تا برندی که بهتون معرفی کردم تنها برندهای اپروو FDA و هلس کانادای آمریکا هست. و اگر دوست دارید بدونید پروداکت های دیگه ای که تو بازار، تو مارکت، مخصوصا مارکت ایرانی عرضه میشن آیا اپروفد هستن، خیلی راحت میتونید برید تو لیست مدیکیشن و داروهایی که توی هلس کانادا و FDA اپروف هست چک بکنید. اگه اپروف بود عالی، اگر نه خیلی راحت به این تریتمنت نبگید. اگر دوست دارید بدونید که چرا یک سری پروداکت ها و محصولات دارویی اپروو میشن و یک سری دیگه اپروو نمیشن، دلیل اصلیش اینه که تمام کمپانی ها میان پروداکت خودشون رو با دیتیل و ریسرچ ها و تحقیقاتی که انجام دادن به FDA عرضه میکنن.
این وظیفه FDA که میاد روی تعداد زیادی کلاینت های مختلف با مشکلات مختلف و شرایط مختلف اینها رو بررسی میکنه. حالا اگر ساید افکت هایی که برمیگردونن نسبت به بنفیتش بیشتر باشه قطعا میگه نه، ولی اگر ریزالتی رو که به ما میده، در واقع چیزهای خوبی رو که به دست میارید به دنبال استفاده از این محصول بیشتر از ساید افکت ها باشه، اپروو میشه. فکر نکنید اگر یک پروداکتی تو کانادا یا امریکا اپروو نیست دلیل بر این نیست که تو کانادا یا امریکا اینا بلد نبودن از اون پروداکت استفاده بکنن یا اینجا دسترس نیست. دقیقاً برعکسه. به خاطر تحریم ها، قیمت بالا و مشکلاتی که برای فرستادن پروداکت های خیلی خوب به کشورمون ایران وجود داره، متاسفانه تو ایران کسی دسترسی به این پروداکت های خوب نداره. بنابراین میان و شیطنت ها رو شروع میکنن و پروداکت هایی که مرغوب نیست و همش هدک و مارکتینگ و بازار سیاه هست به وجود میاد. ازتون خواهش میکنم راجع به این مورد خیلی 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 دقیق باشین و وقتی که ما برند هایی مثل شنل و هرمس داریم دنبال دنیستریکو نباشید. دوست دارم این مسئله رو خیلی جدی بگیرید، به خاطر اینکه جدیداً این مشکل خیلی زیاد شده و ما با ساید افکت های خیلی زیادی روبرو هستیم. دوست دارم حتما خودتون راجع به این مورد ریسرچ بکنید و با کلینیک هایی که کانادایی هستن تماس بگیرید، ببینید اصلا اسم پروداکت هایی که به عنوان اسکین بوستر تو ایران داره به فروش میرسه اصلا به گوش اینا خورده. لطفاً سلامت خودتون رو جدی بگیرید. دوستتون دارم. هر سوالی راجع به اسکین بوستر دارید برام کامنت کنید، در اولین فرصت بهش جواب میدم.